سلام عزیزان. امروز یه موضوع جدید رو شروع میکنم. اسمش رو گذاشتم چرخ زندگی. چرخ زندگی قسمت اول. خیلی خوشحالم تیم فوتبال ایران تیم فوتبال ژاپن رو شکست داد. همین یه روز دو روز پیش. ژاپن آقای فوتبال آسیاست و تیم پرقدرت ایران ژاپن رو شکست داد. خدا ما ایرانی ها رو خیلی دوست داره. من یادم زمانای خیلی قدیم میرفتم امجدیه، اون چوبای سنگی میشستم و فوتبال رو تماشا میکردم. خیلی بازیکنای خوبی داشتیم، مثل افتخاری، عرب، قلیچخانی. من خیلی قلیچخانی رو دوست داشتم. ایران و ایرانی یه چیزی داره تو قلبش که بهش میگن هیجان، و این هیجان اگه درست به کار برده بشه خیلی قدرت داره. اما امروز من نیومدم اینجا درباره تیم فوتبال ایران صحبت کنم، اما چرخ زندگی که موضوع صحبت منه، خیلی بهتر دوستش دارم بگم چرخ حیات. حیات جاودان، حیاتی که از خداوند میاد، حیاتی که از بین نمیره، همیشگیست. هدیه خداوند به تو ایرانی. ما ایرانی ها در فیض مسیح به خاطر کار عظیمی که مسیح برای مردم دنیا بشر کرده نجات پیدا کردیم. وقتی که نجات پیدا کنیم زندگی عوض میشه. گذشته های کهنه و دور دیگه جزو ما نیست. یک زندگی نوین و جاودان و همیشگی. بذار یه چیزی بهتون بگم، تقریبا یه جمله است، ولی خیلی ها ممکن آن رو باور نکنید، ولی باور کن حقیقته. ما که در مسیح نجات پیدا کرده ایم، کار عظیم مسیح، کار بزرگ مسیح، حالا در روح پاک و مقدس بر تاریکی پیروز میشی. بر تاریکی، مرض، شیطان
پیروز میشیم. بذار یه چیزی که هم بهش اضافه کنم، حتی مرگ پیروز میشیم. این است حیات ما، این است چرخ زندگی برای من و تو ایرانی در مسیح. مسیح مسیح مسیح. شاید حالا فکر میکنی شکسته ای و با خودت بگی شکسته شدم، پچمرده‌ام، ناله میکنم، داد میزنی، مثل خاک شیر پاره پاره شدم. چرخ حیات، چرخ زندگی مسیر رو به تو هدیه کرده است. مسیح آزاد میکنه و مسیح پیروز میکنه. ای عزیز من، ای ایرانی دل شکسته، هرگز ناامید نشو. تو پیروز هستی، در مسیح پیروز هستی، در مسیح آزاد هستی، در مسیح پاک میشوی، درست میشوی. خدا تو رو خیلی دوست داره. شکرت. تمام این مهربانی هایی که به تو شده و می شود به خاطر کار بزرگی است که مسیح برای من و شما کرده است. خیلی خیلی ما در مسیح قدرت داریم. این برای من و تو لازم است. این ارث ماست. آمین. آمین.